کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که صبح 5 سپتامبر سال 2022 بر اثر سوختار در مرکز شهر دوشنبه یک مرد جوان 28 ساله به هلاکت رسیده است. این سوختار تخمینا ساعت 08:58 دقیقه در حجره رقم 19 در قبط 8 بنای نوشانه در کوچه شیرینشاه شاه تیمور رخ داده است. گفته می شود برای خاموش نمودن سوختار خدمات آتش نشانی یکجا با نجات‌دهندگان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه سفربر گردیده ساعت 9:20 سوختار پوره خاموش کرده شد. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت سبب‌های سوختار از جانب مقامات دخلدار تحقیق می شود. بنایی که در آن سوختار به عمل آمد در مرکز پایتخت در پهلوی مهمانخانه تاجیکستان و در روبروی باغ رودکی جایگیر شده است. تفصیلات دیگری حادثه داده نشده است. هر سال بر اثر سوختار در تاجیکستان چندین نفر به هلاکت می رسند.